حسبنا الله و نعم الوکیل، برای ما بس کننده رسنده الله است. حسبنا یعنی کافینا، به ما ذاتی که کفایتی میکند الله است. و نعم الوکیل، چی وکیلی خوش است. بنابراین عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند که حسبنا الله و نعم الوکیل قالها الخلیلان فی الشدائد. حسبنا الله و نعم الوکیل، این کلمه که دو خلیل الله در وقت شدت گفت. ابراهیم علیه السلام حین القی فی النار، وقتی که ابراهیم علیه السلام رو مشرک‌ها به آتش پرتافتند، در هوا به آتش به واسطه منجنیق چی بود به زبان روسی؟ کاتاپولت بود میشناندن. خرسنگ‌های پیش برای قصرها، برای هوا دادن و جهاز میساختن، یک آلت بود. سنگ‌های خرسنگ، سنگ‌های کلان از مسافه دور داخل قصر میپرتافت، داخل قلعه ها. انا همون چیز که حضرت ابراهیم به آتش پرتافتند، چون که آتش بینهایت کلان بود، به نزدیکش رفته نمیشد. آتش جمع کردن یزومی زیاده تا اینکه ابراهیم علیه السلام را سوزانند. حضرت ابراهیم وقتی که در هوا با آتش می آمدند، جبریل آمده گفتند که ابراهیم یگان خدمت کنیم، هل من حاجه، یگان حاجت هست به من، چه خدمت کنم؟ فرشته ای که 600 قنات دارد. گفتند که اما لک فلا، برای تو باشد ندارم. گفتند یعنی یگان خدمت هست، یگان حاجت هست، گفتند اما لک فلا، اما برای تو باشد نه. گفتند اما الی الله، اما با الله تعالی باشد. فحسبنا الله و نعم الوکیل، و ما کفایه کننده ما، پشتبان ما، حمایه کننده ما از بلای آفات این الله است. و نعم الوکیل، چی وکیلی خوش است. در حال ابراهیم علیه السلام در هوا هستند. الله تعالی گفت که قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ما گفتیم که ای آتش خنک شو و سلامت شو بر ابراهیم. وقتی که به داخل آتش آمدن، صحت سلامت از بین آتش با آمده رفت. این مردم به چشمشان دیدگی از این تاریخ است.